ستونا چطورین؟ خوش اومدیم به پارت 1 بتل نورس باکس. امروز اومدیم براتون هم بچه ها رو بهتون معرفی کنیم، هم قرعه کشی کنیم واسه تون ببینیم کیا به هم میخورن. خیلی دوستتون داریم. بریم که آها واش راستین پشت سن سابسکرایب کنین، نوتیفیکیشن زنگوله رو بزنین. دوستتون داریم شدید به مدت مدید. بقیه زشته اینجا بگم، یوتیوب ما رو مانیتایز که نیستی ما رو بند میکنه. بریم داشته باشیم یه ترنزیشن بیایم. زیبایان توی خونه، دوستان عزیزم، شنونده ها و بینندگان نورس باکس، بچه ها الان میخوایم ویدیو معرفی بچه ها رو ببینیم. 16 نفر تو بتلن. از اون طرف همشون یه نمونه کاری فرستادم واسمون که سعی کنیم گلچین کنیم، سطح بتل رو بیاریم بالا. اول دونه دونه اسماشون رو میخونم، اسماشون رو داشته باشیم. امیربش، زدوان، ابولیکس، پالمر، عدالت، یوش، آریپو، بهیاد، امی، ترپد، الویز، اورکا، موریچ، ایسنت، الیکید. اگه اسمش هر کدومتون رو اشتباه خوندم یا اسم قدیمیاتون رو خوندم دیگه ببخشید، اسم جدیدتون تو مغزم نبود. خب بچه ها دونه دونه میریم ویدیو معرفیشون رو ببینیم. بعد از اون طرفم یه توضیح ریزی بخوام بدم اینه که 16 نفر تک به تک جلوی هم میخورن. قرعه کشی میکنیم همین امروز. میشن 8 نفر، میشن 4 نفر، میشن 2 نفر. یه وینر داریم. وینرم حالا چون که بچه ها خیلی بچه های خوبی هستن، با هم دعوا نمیگیرن تو گپ، یه دونه میکس و مستر و بیت رایگان هم بهشون میدیم. اونی که وینر شد نیمه نهایی و فینال یه سری حرکت ها قراره بزنیم، حالا بهتون اطلاع میدیم. تلگرام و اینستای نورس باکس رو میذارم اینجا داخل دیسکریپشن یا این بالا، این ور یا این ور، راست این ور میذارم. زندگی کنین واسه خودتون، عشق و حال کنین، هزینه کنین واسه خودتون. بچه‌ها بیاین پیش ما میکس بگیرین، بیاین پیش ما بیت بگیرین، بیاین پیش ما رکورد کنین، ولی فحش به هم دیگه ندین، توهین نکنین. خب بریم دونه دونه ویدیوی بچه‌ها رو ببینیم. از کی شروع میکنیم؟ از داداشم یوش. همه فن حریف، فیوچر مایم یک مارکت قوی. شما دوتاتون میشه سه کنه به مقصد نمیرسه. نمیگم درسته نمیکشه، تنبل به مکتب نمیرسه. بولدو میبینی تای مینیور فریکی خوابیدی، لیریکی گایدیم تو پل تریپی کاری بی. فلو رو داشتین که. بریم بعدی. زدوان از رشت. اخیرا بیشتاوستم زکان پلو گو خوری نوا کودن تره عیبه. آخه دوزاری تیت سنگ زنید میبرادا برسید زدی اونزوری اشنم من بید کرگوسین و کمره بیدین چی با گفتم از دای چی گریتی قد فان رسه. گیلکی خدای همیشه جوابه. هم دوست بعدیمون بریم بهیاد، پلیر بتل قبلی. ما اشتباه کردیم فکر کردیم شما مردیا، باز میکشیدیم زیرت نری پی بعدیا. اونایی که دم زدنم معرفت و رفتن، تو معرفت و فدا کردی برا تفریات. این روزا کارم جور نیست، به خدا حالم خوب نیست. ماشاءالله پسر. فقط من دیگه همه رو در حد 10-15 ثانیه نشون میدم چون امکان داره بعضی بیتا خلاصه دانلودی و اینجور چیزا باشه کپی رایت بخوریم بعدن به چخ سگ بریم. بعدی ترپد. کف سرم کجه داشت، لایت زیاد شده رپراش، نمیخوره روم به کپراش، فکر کنم مونده رو صورت چک جاش. میکنم رومو کج رپ شده پره گنده گوز خست، میندازی با ما کل ولی کیرمون نمیدیم کیر خر. ویده بام ترپ درگیر تلماجی ترپ. 2-3 تا از بچه ها از بتل قبلی بودن، خیلی پیشرفت کردن نسبت به قبل واقعا. یکی همین رفیقمون، 2-3 تا دیگه هم هستن. بریم بعدی. آریپو. هرکی پشتمون بزنه بگا میره،
فردا عکسش رو دیوار اعلامیه بزرگتون داره به ما میده هر کی که دور و برمه رفیق نداشتیه میزنم پشتم ورس یه تک اگه مخت نمیکشه بهم تکس بده داشت بالام حتی با فرس پلی لفظام رو دیواره که با اس پره تو کسچر پشتم پانچ نیست آخه واسه خایمالی رشتی و کال میندازه میگی اگه الان بالا قوی بود انصافا. بریم بعدی. به داداشم داور بتل قبلی عموبش به صدام بابا میسستن دشمنام نمیگرسن میلرسن تیزم از شنگ نباش گیرم از نیستن مثل نفسام لشه من فرزم. پس میخوای بکن تستم استلام میده بهت اکسم تو ویدیو منم هست. نامی داور خریدی نامی. بریم بعدی. این نمیدونم کیه قیافه معلوم نبود. نیمسون تو همینجا هم ویدیو گرفته. بچه ها نصف داور از قبل خریدن. سرشاب خود شده مغز و اصاب بس رس و جمع رو اصاب نمیزنه کسی کش روی صبح پنجره هم باز میشن فضا میشه در جا درام هر جایی رو میبینم و میذارم تو منطقه رو بخوام ده برام از همه چی حتی بار چشم قفل شده فقط رو خط دیوار بزا فکر کنن تو پارم و تنهایی دو ماشاءالله بچه ها همه قوی. بعدی رفیقم موزیک داده ویدیو نمید. میاد رود لیزر رو سینت میگیرم مادون قرمز پخش میشه سکسه بازم تو سکسیونه واسه من بنفیت واسه تو زیده. میاد رود لیزر رو سینت میگیرم مادون قرمز کلمات نیدشه قلمم نیزه داشت کنه دنده ای میخوابه تو فیست ایمم روته خواب دیدی میستادیم باش ماشاءالله. بعدی ابولیکس شدن افسانه به بگو بایگانی میگی گان دسته ولی چاقل بایگانی وصلی اورجینال کاراجی استودیو نورس پای کاریم اوکی فیلم رو میدم با نیازنی بکنی انقدر خواهی. اینم لازم شد بگم بیتا رو همه رو محمد جان میزنه. در وهله دوم بیت میرسه دست منم یه سری حرکت ها روش میزنم بیتایی که تو بتل از راند 1 بگیر تا راند آخر. بعدی علویز. اینم از علویزه 013 سی تا اول بیا ترکیب سم خالص بیت بوم بب و جنگ کامل پاس بگیری بیمه 60 ساله علویز بوک میزنه که بشه زهر مارد میاد سی دست پر جلو موریس نه کن بسین تا 20. دست خوش. این سری 2 تا از رشت داریم. بچه ها همه قوی. کار علویز رو من خیلی دوست داشتم. پالمر ملقب به بدفاز. خیابون شلوغه چراغ تیره بر خاموشه دافتو بر زدم انگاری پاسوره دم دستی جاده چالوسه میدونم به چی که زیرمه جاسوسه رفیقم زیر 18 بچه قانونه وای بشکن غیب میشه ایتی تانوسه چیزی که وسط دافت آبروته منو میبینه هوای شوردش بارونه اون خونه که خونه نیالونه که زدن تموچه آسون تره منو میبینه که خفه میکنه به خودش میاد شاتون زده ترسناکیم یا جوتا فرار اکتوریم. واقعا دوست داشتم استوب بزنم خفم بود. عدالت ماشاءالله. این بعدی امی استیجی فهمیدی فهمیدی بودم بارون از سوسفندا میزنم به گل گرگا محلم ازاداره خیلی وقت مرده وجدان بیتمه بگامه جوری که رنگ بپره از رختا شدم پادشاه خیابونا تو شهرم فعلا استیجا بکنن چرکم لبریز شده کاسه صبرم کسی نمیتونه چوب بکنه لاچرخم. دست خوش بسر دست خوش. امی تو بتل قبلم خدای خیلی خوب بود. بریم بعدی. خب الیکید فکر میکنه چیز سروچه سازو کرجونه پیچیدم اسوندا کونه با هم کتاد بازده اگه خالی باشه کوچه بیای سرگیلا نمیچرخو بکنن جلو زرم تیکو آجی قنچه بکن لیکو استیف کرده خط رو بود دست خوش آقا دست خوش. عالی. 2 تا دیگه شرکت کننده داریم که نمونه کار نفرستادن تا الان. حالا اشکال نداره خوشمون ضرر کردن.
از اون طرف این از کار بچه ها بریم بیایم یه آب بخوریم بریم سر قاره کشی. اشخین چاکس، زیبایان اموکنت، زیبایان نورس باکس. ببینین 16 نفر رو لیست چیدیم. از اون طرف از 1 تا 16 دونه دونه گردونه میزنیم. خب حالا چیکار؟ 1 میخوره به 2، 2 میخوره، نه 1 میخوره به 2، 3 میخوره 4، 5 میخوره 6 الی آخر. از اون طرف برنده 1 و 2 میخورن به برنده 3 و 4 و این بخش بسیار حیاتیه دوستان، بسیار حیاتیه. خب بریم اولی. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد. یا اول فاز اورکا. چقدر تو خوش شانسی پسر. اورکا شد پلیر 1مون. آیا واقعا اول میشه یا فقط شده پلیر 1مون؟ بریم سراغ 2. کی میخوره به اورکا به نظره؟ امیر بش، شماره 2. بریم بعدی. یوشه شماره 3. یوش حکیم. یوش به کی میخوره به نظرتون؟ به کی میخوره؟ خیلی به هم جای سواله این یکی. موری. یوش و موری خوردم به هم. بازی تازه داره هارد میشه. من موتورم قوی تو آرمیچه. آراستین وسط بفرم. خب بس بعدی. بهیاد. چقدر بالای جدول داره قوی میره جلو. آراسین ها چقدر خوشگل صحبت میکنم. واه ترپت. خب بریم بعدی آقا. زدوان یا اول فصل. عدالت شماره 8 ما. علی کریمی ما. بعدی الیکید. این بعدی شماره 10 لیونل مسی ما کیه؟ آریپو دوست عزیزمون. این بعدی 11 امیه. 11 امی. امی به کی خورد به نظرت؟ به ابولیکس خورد. شماره 13 ما. علویز. شماره 14 ایسنت خورد به علویز. این بعدی هم که پالمره. آقا راستین تو قاره کشی اسم یکی رو ننوشتی. ها راستین نیمسون و توریست بود ننوشتی، به خاطر همین ما یه ذره تنبلیم میذاریم 16. کسی میتونه حرفی بزنه؟ نه. 16 هم نیمسون. یه دور لیست رو واسه تون میخونم ببینین کیا به هم خوردن. آقا اورکا بش خوردن به هم. برنده اینا بازی میکنه با برنده یوش و موری. واه بازی این. از اون طرف
پلی بعدی بهیاد با ترپت، بعدی زدوان با عدالت، بعدی الیکید با آریپو، بعدی امی و ابولیکس، بعدی علویز و ایسنت، بعدی پالمر و نیمسون. این از 16 نفر ما. امکان داره یه تغییراتی تو لیست ایجاد بشه. اگر تغییراتی تو لیست ایجاد شد، شما که تو گپ نیستین راند بعدی میبینین، یا تو اینستا حاضر باشین، اینستا رو فالو داشته باشین، یا تو چنل تلگرام باشین، بهتون همه میگیم. صحبتیمون آراستین، صحبتی نداریم. اوترو بریم. اوترو چی بریم بای بچه؟ خواهی بیت بذارم بخونم بای بچه ها؟ زیبا بود. خب آقا مکان، نور صدا حرکت. این نور صدا حرکت رو حتما تو ویدیو بذار. چشم ارباب. نوکرتم. کنی نباف خط دستاته تو کلانتری یا فتانه بشی کش سر زدم قلاده یکی عوامو دارون کن در و باز اومده مهمون شام بد میدم میگو برات رودبار میاد زیتون اقه نخونه خلاف و زندون فعدادا شاه میاد اسمس برام اخبار تلتکس شبا بشین پشت فلسطنا سرده بزنم المنت برات شبا پای انتای دافش تو مایه انتای قبلنشم برا من پیدای سپر راویه میگه مراقب خودتون باشین. صداقت از دوربین داریم صدا میگیریم. مراقب خودتون باشین تا رانده یک بتل چاکسیم آقا. بوست کله سکسی تو